موبایل است. به میلیون ها مسلمان الو مرگن الو السلام علیکم. الله برات امر نکرده زمانی که ملاقات میکنی با برادر مسلمان سلام از یادت رفته؟ تو مسلمان هستی، پیشه و تمثیل کی را میکنی؟ کافر میکنی. ادنا چیزا براتون میگم که روز مرا 5 و 10 دفعه در گوشتان بالا میکنی. خب کدام کلمه را استعمال میکنی؟ او کلمه ای را که الله براتون فرمان داده و رسول الله براتون تعلیم داده و ترغیب داده و ثوابش بیان کرده، یعنی که کلمه که انگریز و کافر گفته کدامش عملی میکنی؟ دیگه حلیه و بگوی اخلاق و روش و این گپا را خب بگذار، این گپا را خب بگذار. متوجه شویم در زندگی خود چقدر فرامین الله را ما عملی کردیم. کتاب الله برای ما بیان میکنه، این حقیقت برای ما پیش میکنه. عتت عن امر ربها و رسوله، سرکشی از امر پروردگار و انبیاء علیهم السلام. الله متعال اهل قریه ها سرکشی کردن، پیغمبران را نعوذ بالله به باد استهزاء گرفتن. امروز هم ابو رقم است. شما باور به الله سبحانه و تعالی بکنی، سری ریش خنده میشه، سری حجاب خنده میشه، استهزاء میشه، حقیر شمرده میشه. کسی که شیپ و تیپی خود مکمل کلی اعضایش برجسته شده باشه، هر چیزش خط نمایان میشه، او آدم خیلی قدر و قیمت داره. بری در دفترها پلیس که پلیس از وقتی که موتر تلاشی میشه، کدام موتر تلاشی میشه؟ کدام موتر استاد میشه؟ کدام حالت است که سر ما نآمده؟ مرد معزز ما امروز به عزت میشه، سیاست معزز ما امروز به عزت میشه و از دست کی است؟ ما را مجبور کرده. من بچه خود توی میکنم، مرا کسی مجبور کرده که کجا توی کنم، چه قسم توی کنم؟ دختری خود توی میکنم، مرا کسی مجبور کرده؟ من دختری خود را مکتب روان کردم، مرا مجبور کرده که کدام لباس روان کنم؟ کسی مجبور کرده؟ در بازار روان میکنم، دکان خودم جور کردم. از همین خاطر میگم این آتش بازی ها همینطور نیست، تنبیه و آگاهی است برای آینده. اگر همینطور حالت در می مارکت ها روان باشه که خود مشاهده میکنی و دکانداری همین مارکت، تو را به الله قسم حالات هم مشاهده میکردی یا نمیکردی که چی گپ بود؟ در لیسه مریم برو چی گپ است؟ این دکان از کیست؟ سبا اون فاسق و فاجر میموره، در جنازش ملا استاد میشه. خب آدم بود دور پر زکات برای ملا داده بودی، ملای بدبخت حالی را خب میگه. از این سوال نمیکنه که او رخت فروشی داشت، کالا فروشی داشت، خو علایده از دکانی خود تفسچه دیگه هم داشت. 400 قطی زنون جمع مذاکره میکرد. غیرت کجا رفت؟ این خواهر و دختر از کی است؟ این که تو چند قطش میزنی کی است؟ این در تلفن که تو گپ زده رو هستی خنده و مزاح که ردیت روان میکنی، این کی است؟ دختری خواهری کی است؟ این که بندی برالا این رسانه های شیطانی این بیغیرتی و قیوسی را نشر میکنه. او ملا سر من انتقاد بکن که مولی متوکل است کمپانی گم کنی که مردم گمراه کرد. خو انشالله در روز قیامت جواب میگی که من مردم گمراه کردم یا تو مردم گمراه کردی. یک روز نرفتی بیا دست قطمم یک کو در این معاملات قطی تو یک کی هستم، متفق هستم، خون میدم برای محو منکرات، برای بند کردن منکرات خون میدم، قطعت استاد هستم. نکو. چند روز پیش نزاع سری چی جور شده؟ مسجد و اتاق مدرسه جور شده، مردم قیام کرد در بتخاک که بند شوه. مناظره میکنیم از جانب ما، اگرچه ما مناظره را نمیکنیم و نخوش داریم، جنجال است. مناظره را میگه که آدم در دلیل فریق مخالف خود ببینه، حق برش واضح شود، تسلیم شود. لیکن اینجا اون گپ نیست. 2 مرتبه با کتابا روان شدیم از فریق جانب مقابل. یقین به الله بکنی اگه یک رساله کسی آورده باشه، لیکن به دیکتاتوری و به زور بگوی الا خط امضا کنی، خط امضا کنی. او اهل بتخاک، او حاجی صاحب بتخاک، او مولی صاحب بتخاک، او کلان بتخاک،
این مسجد که جور شد چی شد؟ یهودیت آمد، نصرانیت آمد. این اتاق مدرسه که جور شد، اولادی تو در اونجا قرآن حفظ میکنه، قرآن میخونه. تو را به الله قسم امیال فعلا سیاسری تو امونجا نرفته، امون مسجد دمو خانه ای که فعلا مسجد جور کرده پیش سیاسری از اون نماز یاد نگرفته، قرآن ترجمه نکرده. خوی پستها عروسی منکر عیاشی و فحاشی شاید در بطخاک شده باشه، خو یک ریش سفید هم نخواد خسته باشه یا در یک جای مراجعه کرده باشه که اینجا کارهای بیغیرتی میشه. بطخاک قریه خودی ماست، مردم دیگر نآمده، کلگی قومی خود هستیم، نمیمانیم که کسی منکرات بکنه. ولی من نکردی؟ شاید قمار زده شوه، من نکردی؟ گپای دیگه در اونجا صورت بگیره، کدام اقدام کرده ای؟ خود در روزی قیامت رفتریستی تو آجی صاحب، تو وکیل صاحب، تو قماندان صاحب، تو محترم صاحب. یادتان باشه در این مسجد کمپری شو تا صبح در این قریه دول زده میشه، کسی خواب کرده نمیتونه. یک روز من ندیدم که از این قلعه کاشف ریش سفیدا جمع شده باشه گفته باشه که عمر که این قریه ما سیسته که تو آمدگی خانه را خریدی، خو ما به این کارات تو را نمیگذاریم. جمع شدی آجی صاحب و ریش سفید جمع شدی، لیکن سری مولی متوکل در رمضان مبارک آمدی که قرآن ترجمه قرآن بند کو. در روز قیامت جواب میگی که تو دشمن دین هستی یا نه که دوستارو دفاعگر دین هستیم؟ کدامش هستیم؟ منکرات صورت میگیره.